خودش میگیره یا به من آش میگیره. رشته نمیدونم. من هیچ وقت وسط حرف کس دیگه نمیخندم. آخه بابا احساس دوستا خوبه، داشتیم خیلی حرف- راحت بهت بگم. عزیزم من ما داشتم تو صحبت داریم میکردم حرف- خندیدی وا، دیگه، چیز هزار مؤدبانه بار ما ای نیست. داشتیم صحبت میگم شما خندیدی در صورتی که امکان داشتی- نداره. من هیچ وقت امکان نگفتم چرا نداره. میخندی. من به ما داشتیم شدت حرف موافقم. می‌زدیم، اینا رو که خندیدیم. دارن ناخوناشونو میزنن به هم. نه آخه ما من داشتیم حرف معروفم توی می‌زدیم. حرفم، شما این حرفی برو که بخوام ندیدی. بزنم تو روی طرف میزنم، فلوچایی. پشت سرش نمیگم. این پشت سر من دارم به تو با حرفی که داریم با نه، هم ولی می‌زنیم بی‌ادبانه. می‌خند. ببخشید شما با ادبی هزار بار من بچه‌ها، بچه‌ها، در بچه‌ها، کمال بچه‌ها. بی‌ادبی خندیدی خیلی بده دیگه خونه من آخه من واقعا خیلی باادبم. آخه میگه این بی‌ادبانه است، یعنی من بی‌ادبم. من خیلی این چیزا رو راحت میفهمم. این بی‌ادبانه است یعنی چیزا مؤدب. حداقل من شما چند سال بزرگترم. این که دیگه بعد بدونید شما که که این چند روز اسم حالا که نگفتی، حالا که میگم چند، یعنی خودتون نمیدونین بریم نه، تو به خدا ویکی‌پدیا نمی‌دونستم. چطور برای اون بهتون دوستتون نمی‌دم. میتونین بریم ببینین. هزار بارم آبروشو بردین. همونی که میگی نمیدونم کزاز زد، هزار بار بیچاره رو سنگریت کسی کرد. نمیدونه کیه. دوست مثل شبنم که نمیمونه رو ای بابا، چرا انقدر جدی گرفتی؟ گرمای ریالیتی وفا شوه دیگه. میبره از دل